واقعا مهم نیست که ما چه رشته‌ای رو در کجا بخونیم. خیلی مهمه که چجوری هر کاری رو که انجام میدیم عمیقاً بهش علاقه‌مند باشیم، کنجکاو باشیم و اون رو خوب انجام بدیم. اگر کنجکاو و پیگیر باشید، جواب سوالاتونی که پیدا میکنید احساس شرف میکنید. زیست شناسی یه ماجرایی هست، اونم این که نه صنعت پتانسیل دانشگاه رو میشناسه، نه دانشگاه از مسائل مشکلات صنعت میکنه. نیروی انسانی مهمترین در واقع سرمایه‌ای هستش که یک کشور میتونه داشته باشه. راه خیلی زیاده، منتها خب آدم علاقه‌مند و کنجکاو میخواد و حوصله. تنوعش خیلی زیاده، عمرش خیلی زیاده. سال قسمت نیست. کسی دنبال این باشه کارا خودش برای خودش کار رو تعریف کنه اون ایده اولیه رو مثلا چطور باید میکنه؟ اون نیازی که صنعت داره، نیازی که پتانسیل این داره که به درآمد برسه. عرض کردم یه بخشش باید ارگانیک باشه، یه بخشی رو دانشگاه در آموزش‌هاش این رو ببینه و این ارتباط رو ایجاد بکنه. ما الان برای بازدیدهای ساده‌مون هم دچار دردسر هستیم. ماجرا داریم تا بتونیم یه گروهی از بچه‌ها رو بتونیم ببریم برای یک صنعتی با یه مرکزی آشنا بکنیم و تا شما دانشجو نتونه وارد این بخش نشه، حالا یا به صورت بازدید علمیه یا اومدن آدمایی از صنعت به دانشگاه و بیان کردن منظم و مدون مسائل مشکلاتشون هست. طبیعتاً واسه این اتفاق میفته، یعنی هر دو طرف، هم دانشگاه بتونه وارد بشه، نیروهاش رو در قالب مختلف، حالا کارآموزیه، کارورزیه، چه میدونم بازدید علمی هستش، اینها رو در واقع به صورت یا تعریف کردن پروژه های مشترک برای مسائل مشکل. یعنی خیلی از این اتفاقات که میگیم چجوری میتونه اون ایده رو پیدا بکنه در این قالب باید شکل بگیره. یعنی شما بایستی یک تماس و یک مراوده و کنش و واکنش متقابلی رو با یه مسئله‌ای داشته باشی تا بتونی مسائل و مشکلات رو بفهمی، بهش فکر بکنی، بتونی ایده داشته باشی و اون ایده رو تبدیل به یک فعالیت حرفه‌ای کار بکنی. طبیعتاً تا زمانی که این وجود نداره میمونه این که آدم‌ها از خودشون بر اساس کنجکاوی‌هاشون و اون چیزی که علایقشون هستش برن دنبال یک تعریف یک حوزه‌ای. ولی مراکز رشد از طرف دیگه خیلی میتونن کمک بکنن. اونا میتونن حلقه ارتباط بین صنعت، محیط زیست و دانشگاه باشن. یعنی نیروی دانشگاهی اگه خودش رو درگیر چون خیلی از بچه‌ها مراکز رشد رو نمیشناسن. یعنی اصلا نمیدونن کارشون چیه. این اکسلراتورها ها رو نمیشناسن. اگر بتونن از طریق این مراکز رشد آشنا بشن با ایده هایی که وجود داره، طبیعتاً احتمال چون تنوع این مسائل خیلی زیاده، مشکلات خیلی زیاده، قطعاً میتونن تو اون حوزه علاقه های خودشون رو پیدا بکنن، تیم جمع کنن و جدی یک مسئله رو بررسی بکنن و این برای به سمت حل شدن. مثال میزنم، یکی از دانشجوها توی همین حوزه‌ای که میگم به حوزه بایوریچینگ علاقه‌مند شده بود. این رفته بود در همین یکی از این شتاب دهنده‌های رشد فکر کنم اینومکس بود اگه اشتباه نکنم، با یک مسئله در ارتباط با بایوریچینگ آشنا شد. به این گفته بودن که یک ایده‌ای وجود داره برای فروشویی میکروبی فلزات و این علاقه‌مند شده بود، شروع کرده بود در قالب یک تیم کار کردن. خب طبق معمول 3-4 نفر از تیم جدا شده بودن، تنها خودش مونده بود، یکی 2 سال خودش مونده بود، پایمردی کرد و کار کرد و به تدریج دوباره تیم از نو جمع شد و این رو از طریق خود این شتاب دهنده معرفی شدن به یک شرکت معدنی، حمایت مالی گرفتن و الان دنبال گرفتن پروژه هستش با معادن مختلف. خیلی جالبه، یعنی در اثر علاقه و پشتکار رو در واقع سماجت خود این دانشجو علوم سلول مولکولی بود، نه دانشجو میکروبیولوژی بود نه در واقع زیست‌فناوری. مثلا جالب‌تر این هستش
که یک دانشجوی علوم سلولی مولکولی وارد یه حوزه‌ای شده که کار کاربردی رو کاملا داره دنبال می‌کنه. یعنی که توی این حوزه میشه این فرمی بسته به اینکه علایق آدم‌ها، پشتکارشون، کنجکاویشون، چیزشون تبدیل به یک فعالیت خیلی خیلی بزرگی بکنه. خب توی حوزه مثلا همین فروشگویی میکروبی کشور ما به شدت برهوته، عملا هیچ کاری انجام نمیشه. هیچ کدوم از معادن ما در بخش فروشگویی میکروبی تقریبا هیچ فعالیتی رو نداره، غیر از یکی دو تا جا به صورت خیلی محدود. در صورتی یه آینده خیلی خیلی بزرگی رو داره. ما معادن خیلی بزرگی رو در کشور داریم که جای شیمای زیست شناسی و میکروبیولوژیست ها اونجا بسیار بسیار خالیه. یکی از زمینه‌هایی که می‌تونه یا همین خود خوردگی میکروبی هم در صنایع بسیار بسیار زیادی جای کار داره. خیلی صنایع زیادی هستن که درگیر با مسئله خوردگی میکروبی هستن. ولی عملاً نیروهای آموزش دیده متخصصی که این حوزه رو بتونن کمک بکنن وجود نداره. دوباره صنعت مثلا اگر بیاد این پروژه‌های خوردگی مثلا در نفت، در گاز، در کشتیرانی، اینا همشون درگیر این مسئله خوردگی میتونن باشن. دریای عظیمی از پتانسیلی هستش که میتونه تبدیل به یک کار کاربردی بشه، ولی عملا مقفول میمونه. چرا میشناسید حالا وارد مثلا صنعت برق، صنعت کشتیرانی چیزا شده باشن؟ از تجربیات بچه‌ها عرض کنم خدمتتون که بله، ما الان دوستانی رو داریم که توی تولید زمین تولید کیت‌های شناسایی میکروارگانیسم‌های خوردگی بسیار فعال هستن. شرکتی رو زدن که تولید کیت‌هایی رو میکنه که عملاً برای شناسایی میکروارگانیسم‌هایی که باعث ایجاد خوردگی میشن این کیت‌ها رو دارن تولید میکنن. فروش خوبی هم دارن، توی صنعت نفت دارن این کار رو میکنن، یعنی به شدت شرکت‌های نفتی دارشون میخرن. این دوستی رو که عرض کردم که الان حدود 3 سال هستش تقریبا و یک کمک کوچولویی رو هم از من مثلا نصرت من داریم بهش میکنیم مثل کارهای آزمایشگاهی و کارهایی که میخواد انجام بده که نیازمند به دانش آزمایشگاهی، چون خودش به شدت مقاله خونه. خب همه این دانش به صورت تئوری البته طبیعتاً باعث ساخته و پرداخته شده، در نهایت باعث تبدیل به یک تجربه عملی بشه که بشه نتیجه گرفت. ولی خیلی آینده درخشانی داره این کار براش، قطعاً مطمئنم تبدیل به یک صنعت خیلی خوبی خواهد شد، چون هم صنعت به شدت بهش محتاج هستش، هم آینده مالی خیلی خوبی داره. پس در نتیجه این دو تا ساپورت میتونه کنار هم دیگه ضمانت بکنه اون موفقیت رو. یکی دیگر از دوستان هستش که در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی وارد شدن، تولید در واقع کودهای میکروبی میکنن. الان 4-5 تا محصول دارن تولید میکنن، به شدت موفقه و فروششون در سراسر ایران خیلی خوب و زیاد شده. اینا در واقع میکروارگانیسم‌ها و باکتریا رو خصوصاً که کمک میکنه به رشد گیاهان، مقاومت میده بهشون در مقابل بیماری‌های مختلف. خود میکروارگانیسم انگار که پروبیوتیک مثل انسان هستش، اون پروبیوتیک انگار مثل گیاه دارن تولید میکنن، میکروارگانیسم هستش. اینو به صورت کود در اختیار گیاهاشون میگذارن و چیز میکنن. اینکه توی حوزه‌های مختلف الان اگه بخوام بازم فکر بکنم، مثلا دوستانی رو داریم خب در صنایع مختلف وارد شدن. مثلا صنعت برق رو کسی رو الان ازش این بخش رو در مورد خوردگی میکروبی بود. دوباره خوردگی میکروبی عرض کردم در تمام صنایعی که با آب سر و کار دارن همیشه شما یه بخش خوردگی فلز رو دارید. در نتیجه در اون بخش خوردگی فلز شما یه خوردگی شیمیایی رو دارید، یه خوردگی میکروبی رو دارید. اون بخش خوردگی میکروبی میاد در حوزه کار در واقع زیست شناسان، میکروبیولوژیست‌ها، زیست فناورها در واقع قرار میگیره، کنترل کردنش، مقابله کرد، چون خسارت خیلی بزرگی رو صنعت میرسه. این دوستان محصولی رو که تولید میکنن در توربین‌های بخاری هستش که برای تولید برق ازش داره استفاده میشه. یعنی در واقع یه جورایی دوباره به صورت غیر مستقیم به صنعت برق ارتباط پیدا میکنه، منتها در پشت قضیه توربینی هستش که ساخته شده. این توربین‌ها در واقع پروانه‌هایی رو دارن که در اون پروانه‌ها پره‌هایی که ازش استفاده میشه باعث توی کوره‌های
پخت بشه در دمای بالا، تن شرارتشون گرفته بشه. منتها خود این کوره چون برای خنک کردنش از آب استفاده میشه، خودش تحت تنش خوردگی میکروبی قرار میگیره. برای کنترل این خوردگی خب داستان داره. ما همیشه هر جایی که آب وجود داشته باشه و فلز وجود داشته باشه، پدیده خوردگی میکروبی رو هم داره. حالا شما این یه دامنش خیلی گسترده میشه. از کشتیرانی شروع بکنید، نفت و گاز، ما خطوط انتقال نفتمون، گازمون، مثلا استخراجمون همش تو دریا هستش، همیشه با پدیده خوردگی به شدت درگیرن. تو این حوزه صنعت خیلی بزرگی به اسم تولید بایوساید ها و فروش بایوساید ها وجود داره برای جلوگیری کردن از رشد میکروارگانیسم تو این خطوط انتقال و استخراج و برداشت و اینا، چون این لوله های فلزی مرتبا تحت آسیب این خوردگی میکروبی قرار میگیرن. پس بنابراین واسه کنترل می‌کنید صنعت خیلی بزرگی وجود داره برای فروش این بایوساید ها، برای تولید در داخل خیلی کم و محدوده، بیشتر واردات و فروشه، ولی کنترل همین بایوساید ها و عملکردشون چجوری داره کار میکنه، اصلا مؤثر هست یا نیست، چون غالبا از خارج از کشور داره خریداری میشه. کیت هایی که در ارتباط با این خوردگی میکروبی و همین زمینه‌های بسیار بسیار جذابیه که میتونه فعالیت اقتصادی روسیه همه بچه‌ها داشته باشه. در کشاورزی هم خیلی مهمه. خب در پزشکی هم ببینیم ما در واقع حالا این بخش زیست فناوری تقریبا به 3 تا شاخه بزرگ زیست فناوری، پزشکی، کشاورزی و صنعت محیط زیست تقسیم بندی میکنه. در بخش کشاورزی هم دوستان ما خیلی خوب میتونن وارد بشن. یعنی محصولات خود همین کود میکروبی که عرض کردم یکی از شاخص‌های این بخش هستش و فعالیت‌های بسیار ویژه دیگری. یعنی ما مرتباً خب در پژوهشکده بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی که در کرج هستش مرتباً پژوهش‌های خیلی زیادی در حوزه گیاهان داره انجام میشه. حالا برای مقابله با بیماری گیاهی، برای تولید کردن واریته‌هایی که مقابل شوری، خشکی میتونن مقاوم باشن، همه اینا مستلزم این کار پژوهشی. خب محصولاتی رو داریم در ایران که کاملا بومی هستن، مثلا مثل قصه ایران این محصول خب این حوزه یا برنج این محصول خیلی بومیه و به شدت هم برای کشور استراتژیک هستن، هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ در واقع ایجاد اشتغال خیلی میتونه اهمیت خیلی بالایی داشته باشه. خب پژوهش در این زیتون همینجور دارم فکر میکنم، ما خیلی محصولاتی رو داریم که اینجوری میتونه در حوزه زیست فناوری روی اینا کار بشه، محصولاتی رو شما و در اقلیم‌های مختلف بتونیم اینا رو ببریم در واقع ازش استفاده بکنیم. پس مقاومت به شوری و خشکی با توجه به اقلیمی خشکی که کشور ما داره باز هم از لحاظ کشاورزی میتونه اهمیت خیلی بالایی باشه. خب بچه‌ها تو این حوزه ها هم میتونه خیلی خوب وارد بشن. حالا داروسازی که اون بخش پزشکیش هستش، خب ما خیلی دوستان موفق زیادی رو هم داریم از فارغ التحصیلای خودمون که اون تو این بخش درگیر هستن و دارن کار میکنن. مثلا به عنوان مثال شرکت آریوژن رو که من مثال بزنم، یکی از دوستان مدیر عاملش هستش آقای سفاریون، من سفاریون که الان صحبت کردیم، تعداد زیادی از دانشجوهای زیستشناسی اونجا تو اون بخش درگیره، تعداد زیادی از پرسنلی که دارن خود شرکت آریوژن کسایی هستن که زیستشناسی خوندن، یعنی اونا هم تو این حوزه درگیر هستن. یا دوستانی رو داریم که فارغ التحصیلای زیستشناسی که تا اسم بردم ازشون آیه مهندس جوانمردی به شما تو حوزه کنترل کیفی دارن کار میکنن. خیلی از صنایع داروسازی کشور از خدمات این دوست ما برای در واقع راه اندازی و ادامه فعالیت کارشون یا گسترش کارشون مجبور هستن از دانش ایشون استفاده بکنن. پس بنابراین راه خیلی زیاده، منتها خب آدم علاقه‌مند و کنجکاو میخواد و حوصله. اینجا سرزمین فرصت هاست، منتها برای کسایی که حوصله و در واقع سرشون درد بکنه واسه این دردسر رو درگیر بشن بکن. قطعاً فرصت زیاد بسیار فراوانه. بچه‌ها وقتی که وارد بازار کار میشن به صرف کارآفرینی، دقیقاً چه کاری رو قراره انجام بدن؟ این خیلی برای من مهمه. ببینید عرض کردم خب ما با یک بنبستی تقریباً مواجه هستیم. اون بنبست هم زمینه فعالیت نیست.
عدم آموزش و آشنایی ما با مسائل و مشکلات هستش در بخش‌های مختلف، از کشاورزی و صنعت و محیط زیست و پزشکی بگیرید تا مسائل مختلف کوچیک و بزرگ. ما اینا رو چون نمیشناسیم درگیر نمیشیم باشیم توی دانشگاه. حتی در سطح تحصیلات تکمیلی هم همینطوری هستش. حالا بسته به این که ممکنه بعضی دوستان خب این انتقادشون حتما وارد خب اینجا علوم پایه هستش. ما در بخش علوم پایه طبیعتاً شما کارتون پژوهش هستش و تحلیل روی مسائل پایه‌ای که کاربردی نداره. ولی یه بخشی رو هم شما میتونید با یه نگاه دیگه‌ای از همین دانش و علوم پایه‌ای تبدیلش بکنید به تکنولوژی. و اون طبیعتاً یه بخشی از میکروبیولوژی ما که تحت عنوان میکروبیولوژی کاربردی هستش یا اختصاصاً زیست فناوری که یکی دیگه از گرایش‌هامون هستش. این دو طور اخص کارشون یه بخش خیلی زیادیشون میتونه ربط پیدا بکنه با حل مشکلات در واقع اجتماعی، مثلا صنعت میتونه باشه یا محیط زیست، هر چیزی دیگه. ما اینا رو چون نمیشناسیم، ایده‌ش هم به وجود نمیاد، کار نمی‌کنیم روی این بخش، پژوهش نمی‌کنیم، تحقیق نمی‌کنیم، پس بنابراین تیمی به وجود نمیاد، ایده‌ای به وجود نمیاد که این کارو بکنه. ما از فقر و از جهالت در واقع مشکل داریم رنج میبریم، نه اینکه پتانسیل حلش رو نداریم. پتانسیل حل خیلی زیاده، ولی اینکه بدونیم چه مشکلاتی وجود داره و بتونیم این اعتماد رو جلب بکنیم از طرف کسایی که این مسائل و مشکلات رو داره که ما میتونیم در دانشگاه این مسائل رو حل بکنیم. اون اعتماده هم طبیعتاً در اثر ارتباط، درگیری و یک رفتار صادقانه میتونه حل بشه. یعنی یه سری یخ‌هایی وجود داره به تو این ارتباط، تو این رابطه، که این میتونه با یک کار مستمر و درگیر شده. چرا بچه‌های فنی اینجوری نیستن؟ مثلا بچه‌های فنی استاداشون و خودشون چون یک در هم تنیدگی بیشتری رو داره کارشون با صنعت، ارتباط بیشتری رو تونستن بگیرن. حتی بگذاریم از اینکه مدیران خیلی زیادی هم از اونها دارن که تو صنعت هستن. طبیعتاً وقتی که مسئله‌ای برمیخورن برمیگردن به همون پایگاه خودشون دوباره و سعی میکنن از اون استفاده بکنن برای حل اون مشکلات. ما در علوم پایه طبیعتاً حالا کسایی که بتونن توی صنعت باشن با توجه به تیپ کار و چیزشون خیلی کمتر، این ارتباطات به صورت ارگانیک تعریف نشده و وجود نداره. همه یه چیزی که من میبینم بستگی پیدا میکنه به این که خود آدم خودشون شخصی این ارتباط ارگانیک وجود نداره، اما شخصا هر کی خودش رو درگیر کرده تونسته قطعا خدمات بزرگی به صنعت بکنه. کما اینکه دیدم نمونه‌های خیلی زیادی ازشون هم دیدیم دیگه که در دانشگاه داره کار میکنه، حتی در همین گرایش‌های خود علوم پایه‌مون، ولی عملاً چون درگیر شده با اون مسائل این اعتماد رو تونسته ایجاد بکنه، پروژه‌هایی رو هم تونسته از صنعت بیاره تو دانشگاه بیاد انجام بده. چرا منظوری بود که مثلا بچه‌ها من از کارشناسی اما کسانی که خب من میتونم با کارشناسی جای کار کنم، شغلی داشته باشم یا نه. بعد دیگه مثلا توی اون بخش از اون شرکت مثلا PCR انجام میدن، چه می‌دونم تست‌های مختلف مختلف، هر چی کاری انجام. ببین بسته خب به نوع شرکت متفاوته، حالا بسته به اون فعالیت به طور کلی میتونه متفاوت باشه، ولی بله الان شرکت‌های خصوصی خیلی زیادی هستن که نیاز به نیروی ماهر و آموزش دیده دارن که کارهای روزمرهشون رو انجام بده. طبیعتاً یعنی از خیلی از دوستانی که توی علوم سلولی مولکولی هستن هم به شدت در بخش‌های این فرمی و شرکت‌هایی که فعالیت این فرمی دارن میتونن مفید واقع بشن. ولی شما از فعالیت‌های مختلفی، حالا خودتون گفتیم که استخراج در واقع DNA هستش، تکثیر هستش، PCR هستش، تشخیص هستش، در بخش‌های مختلفی میتونه درگیر بشه. میکروبیولوژیست‌ها در صنایع علوم در صنایع غذایی میتونن در واقع فعال باشن. در تصویرخونه‌های آب و پساب میتونن درگیر بشن. عرض شود که حالا میکروبیولوژیست‌ها بیشتر شاید این امکان وجود داشته باشه مثلا تو آزمایشگاه تشخیص طبی
در واقع فعال باشن. اینا چیزا، ولی خب خیلی جاها رو هم داریم که توی حوزه زیست فناوری یا بیوتکنولوژی شرکت‌های نوینی هستن که فعالیت‌های خیلی کوچولو و ساده‌ای رو دارن که از یعنی کار خیلی بزرگ نیست، کار روتینی هستش که مثل تولید در یک کارخانه است که باید به صورت روتینی سری فعالیت به صورت روزمره انجام بشه. ولی خیلی از اینها به راحتی به وسیله بچه‌های کارشناسی زیست‌شناسی انجام پذیر هست. من تا میگم یه روحیه میخواد به یه سماجتی، همه این رو ندارن و ما این روحیه رو توی بچه‌ها ایجاد نمی‌کنیم. این اصل مشکل این است. یعنی در واقع من برمیگردم قطعاً مشکل از آموزش ماست. همیشه وقتی که با دوستانی که توی شرکت‌های مختلف خصوصی دارن کار میکنن یا توی صنایع مختلف کار میکنن میگن که دانشگاه اون چیزی که به بچه‌ها میده با اون چیزی که ما ازشون میخوایم آسمون تا زمین متفاوته. حتی خیلی طبیعی هستش، چون این دو تا دنیا از هم دیگه کاملا مجزان. این آموزش‌ها مبتنی بر نیاز نیست، نیاز چیز دیگریه. ما اون چیزی که تعریف میکنیم مثل آموزش، نگاه میکنیم سرفصل‌های برنامه‌های دانشگاه‌های جهان چیه، سرفصل‌ها رو بر اساس اون میچینیم. این هم میتونه غلط باشه، هم میتونه درست باشه. یعنی بسته به اینکه هدف شما چی هستش، کاملا اون محصولی که از دانشگاه میاد بیرون میتونه متفاوت باشه. اگه قرار این نیروی کار باشه، طبیعتاً باید این نگاه و آموزش هم باید جوری تعریف بشه که این آماده بشه برای حل مسئله‌ای که در بیرون وجود داره. به نظر میرسه علوم پایه وظیفش این نیست، یعنی با توجه به اون مأموریتی که براش تعریف شده، ولی توی همین علوم پایه شما گرایش‌های کاربردی میتونید تعریف بکنید. کما اینکه تعریف شده، مثلا شیمی کاربردی داریم، مهندسی شیمی داریم، زیست شناسی اومدیم درش زیست فناوری تعریف کردیم. یا در مورد میکروبیولوژی خیلی از این بچه‌ها میان دنبال میکروبیولوژی صنعتی. پس بنابراین این حداقل این بخش‌ها رو بایستی زمینه آموزششون جوری چیده بشه که آماده بشن برای کار در صنعت و بیرون. چون این نگاه وجود نداره، چون لوازمش فراهم نشده برای این آشنایی، این ارتباط کمتر بوده همیشه. پس بنابراین تراوش این ایده ها هم امکان پذیر نیست، مگر اینکه بریم در قالب اون شرکت ها و اون مراکز رشدی که یا اون پارک های علم و فناوری و اون کاری که اونا بر عهده گرفتن برای آشنا کردن در واقع این بچه‌ها با اونجا. خب البته کار زیادی بیشتری میشه انجام داد. مثلا بچه‌ها فقط در قالب آموزش‌های دانشگاهیشون اکتفا نکنن. شرکت‌های خیلی زیادی هستن در بیرون که الان دارن این آموزش‌ها رو میدن، سرتیفیکیت میدن، دوره‌های طولانی مدت میگذارن. همین آموزشی رو که تو دانشگاه میدن دوباره بچه‌ها اونجا میبینن. خیلی خنده‌داره. بچه‌ها خودشون جدی نمیگیرن. در دانشگاه کاری که توی آزمایشگاه میتونن بکنن رو دوباره میرن در قالب همین کار در بیرون در قالب شرکت‌های خصوصی و هزینه انگفتی هم انجام میدن. مثلا دوره میکروبیولوژی می‌بینیم، مثلا همین میکروبیولوژی عمومی رو مثلا 9 میلیون تومان 10 میلیون تومان در طی یک ماه میدن مثلا در یک شرکتی انجام میدن. این که سوالو می‌کنم که نقش دوران آزاد آینده شغلی خیلی مهمه. بازم بستگی داره که یه وقتی هستش، چون میگم در دانشگاه بچه‌ها یا مجالش نیست یا فرصتش نیست کار خاص رو به صورت مستمر انجام بدن، درش مهارت پیدا نمی‌کنن. اینجور آموزش‌ها میتونه از این نظر خوب باشه که من به صورت متمرکز یه دوره‌ای مثلا یک ماهه رو 3 هفته‌ای رو یه کار خاصی رو از صفر تا صد انجام بدم و درش یه مهارتی پیدا بکنم. آموزشی که ما در دانشگاه داریم مثلا در مورد میکروبیولوژی، بچه‌ها هر هفته یه جلسه 2 ساعته رو میاد و میرن و این چون مستمر اتفاق نمیفته، بچه‌ها بیشتر براشون عنوان یک تکلیفیه که فقط باید بگذرونن. اینجوری نگاه نمیشه که من از این چه ایده‌ای میتونم بگیرم که این تبدیل بشه به یه حرفه‌ای در آینده من.
اینجوری نگاهش نمیکنه. ولی وقتی که میگه در این شرکتی فعالیت میکنه، اون دوره رو نیاز داره، احتمالاً داره نگاهش میکنه که چه استفاده ازش میکنه، تمام توان و نیروش رو میگذاره، چون هزینه هنگفتی هم داره پرداخت میکنه، پس بنابراین ارزشش خیلی بیشتر میشه. احتمالاً اونجا برداشتش بیشتر میشه از اون دوره، چون بالاخره داره هم انرژی، هم عمرش رو داره میذاره، هم وقتش رو داره میذاره، هم پولی رو داره پرداخت میکنه. پس بنابراین آموزش رو یه جوری دیگه نگاه میکنه، برداشتش هم از اون بیشتر خواهد بود. اگر همین نگاه رو هم در دانشگاه داشت نسبت به همون کلاس‌های تئوریش هم کلاس‌های عملیش، قطعاً اتفاقات خیلی جدی بیشتری مثل بچه‌ها میافتاد. شما اگر که یک سیاست‌گزار بودید برای بهبود وضعیت علوم زیستی، حالا که ارتباط بین صنعت و دانشگاه بیشتر میشه، چه کاری رو انجام میدید؟ بخشی از وقت بچه‌ها رو برنامه‌ریزی می‌کردیم که حتما در قالب بازدیدهای گروهی هم شده، نه حتی تکی. اگه بتونن به صورت افراد تک تک خودشون بتونن برن ارتباط بگیرن یا دانشگاه معرفیشون بکنن یا زمینه ورودشون رو فراهم بکنیم، بهترین حالت. ولی حداقلش برای هر کدوم از گرایش‌های زیست‌شناسی می‌اومدم تعریف می‌کردم که شما موظفید اول تا پایان ترم حداقل 6 تا مرکز، 7 تا مرکز رو به صورت مستقیم دانشجوهاتون رو ببرید و با فعالیتشون آشناشون بکنید. یعنی حداقل این رو به صورت موظف تعریف می‌کردم. یک. دو، حتی بازم میگیم که موظف وقتی که حالت تعریف اجبار میشه، خیلی از اون اتفاقاتی که باید بیفته دور میشه این مسئله. نگاه باعث همراه با علاقه باشه با این قضیه. اگر این کنجکاوی و علاقه و احساس مسئولیت در همه وجود داشته باشه، چه در دانشجو چه در مربیش، قطعاً اتفاقات خیلی بهتری میشه. یکی خود این فرم صنعت، یکی نمایشگاه خیلی زیاده تخصصی ما داره در کشور برگزار میشه و دانشگاه به دلیل گرفتاری‌های مختلفی که داره این بخش رو جدی نمیگیره. در صورتی که میشه بچه‌ها رو دوباره یه بخشی از آموزش رو رسمی رو به جایی که توی آزمایشگاه و سر کلاس اتفاق بیفته توی همین نمایشگاه‌ها باشه. یعنی بچه‌ها رو ببریم اونجا و درگیرشون بکنیم با این فعالیت‌هایی که در این نمایشگاه‌ها شرکت‌ها در اتفاق میفته، براشون اونجا کار بکنیم. خیلی اتفاقات مهمی اونجا اتفاق میفته. وجود داره که میتونن بچه‌ها ازش ایده بگیرن. ولی میگم این بایستی به شدت ارگانیک و سازماندهی شده باشه تا بتونه این نتیجه ازش گرفته بشه. شرط اولش هم احساس مسئولیت و بچه‌ها علاقه‌شون است. وقتی که اینا وجود داشته باشه قطعاً چیزای خوبی توش در میاد. توی درسی که طی کردید دیدم احساس سردرگمی و ناامیدی داشتید. بله حتما بدون شک. گفتم حقیقتش این هستش که مهم اینه که زمان طولانی توی این در واقع فاز نمونیم، یعنی این رو بتونیم یه جوری هندل کنیم. تجربه شخصی خود من حداقل یه جایی قرار گرفتم که درگیری که با بچه‌ها داریم، با دانشجویان داریم، باعث میشه که این فاز خیلی طولانی مدت نشه. یعنی همیشه میگم دانشگاه زنده موندنش به واسطه نیروی محرکی دانشجوییه که هر سال داره واردش میشه. یه نیروی تحول خواه، آینده طلب، به شدت فعال و با ذهن روشن و بازه. این باعث میشه که شما مرتب و مدام اگرم خودت نخواهی تحت یه فشاری باشه روی جلو. پس بنابراین ایستایی و مانایی در هر وضعیتی براش تعریف نشده است، چون نیروی جوان به دنبال درست کردن آینده است، شما رو هم داره با خودش میکشه. در مورد من، انگیزه خود من برای ادامه دادن این مسیر و نموندن توی اون دوراهی‌های مختلف و سردرگمی‌ها خود بچه‌ها هستن به طور واضح و مشخص. یکی هم شرایط کشورم مرتب می‌بینم تحت فشاره، پس بنابراین سعیم رو در این می‌کنم که حداقل به واسطه
توانایی که دارن بتونن گوشه‌ای از این مشکلات که همین بچه‌ها هستن و گره می‌خوره سرنوشتشون مسائل و مشکلات کشور رو تا جایی که میتونن کمک بکنن که حل بشه. نظرتون موندن یا رفتن؟ فکر می‌کنم وضعیت مشخصه، چون موندن طبیعتاً جواب این سوال معلومه. ولی خب طبیعتاً به هیچ وجه کسایی هم که میرن رو مؤاخذه نمی‌کنن، اصلا نمیشه چیز کرد. این کاملا وضعیت روشنه. ما میدونیم که چه دور و برمون به صورت واقع بینانه اگه نگاه بکنیم مسائل خیلی خیلی زیاد هستش، مشکلات فوق‌العاده زیاده، بچه آینده روشنی رو نمی‌بینن. همه اینا واقعیت‌های اجتماعی ما هستش، اصلا این کار ناپذیره. پس بنابراین اینکه کسی رو منع بکنی که خارج نشه یه چیز شاید خوب و در واقع صادقانه‌ای نباشه. اما خودم موندن رو انتخاب کردم. دغدغه‌م هم خب مشخصه، همین که بتونم روی سرنوشت یه آدمی تأثیر بگذارم، کمی بهترش بکنم. میگم خیلی شعاری خیلی زیاد، ولی همین که مقدار کمی هم بتونم علاقه‌مندش بکنم، از اون فضای ناامیدی خارج بشه و بدونه که و ببینه که پتانسیل هایی وجود داره و برای این پتانسیل ها حمایت میشه و خودم هم این کار دارم میکنم. پس فکر میکنم که جای موندن هست و همونطور که عرض کردم توی صحبت قبلیم برهوتی هستش از امکانات. کارهای خیلی خیلی زیادی تو حوزه‌های خیلی زیادی انجام نشده و میشه در اینجا به اونها هم از لحاظ اقتصادی و آینده شغلی بهش نگاه کرد، هم احساس رضایت بیشتری بهش میده. ما در هر جای دیگه از دنیا زندگی بکنیم به واسطه تعلقات خاطری که به یک جایی به اسم وطن داریم همیشه اونجا قطعاً غریبه خواهیم بود. یعنی هیچ وقت شما رو به عنوان یک شهروند عادی 100% در هیچ جای دنیا، نه خودتون حتی اونا هم اگه بپذیرن خودتون این احساس رو ندارید. شما با یک فرهنگی، با یک زبانی، با یک آب و خاکی یک ریشه هایی رو دارید که در اونجا ندارید. پس بنابراین اون احساس داریم. مثلا می‌بینید ایرانیانی که 40 سال هستش، 50 سال هستش در یک کشور خارجی دارن زندگی می‌کنن، هنوزم احساس بیگانه بودن دارن. پس فکر می‌کنم که اینجا برای موندن جای کار خیلی خیلی زیاد داره، ولی متأسفانه مشکلاتی رو که ما داریم بهش دامن میزنیم مانع از این موندنه میشه. حتما هم به موندن توصیه میکنم، ولی کسی رو مؤاخذه نمیکنم. و حرف آخرتون رو امیدوار باشید حتما، و در کنار این امیدوار بودن خودتون باور بکنید به اون چیزایی که دارید اعتماد بکنید و به شدت تلاش کنید. فضا شاید خیلی انگیزه بخش نیست از هر جهتی، ولی توی همین سیستم و همین اتمسفر من دیدم آدمایی که تلاششون رو میکنن موفق هستن.